سلام، من اومدم طراحی که قولشو دادم بهتون رو آموزش بدم. برای طراحی میکی موس اول از همه یه خط صاف میکشم. شما میتونید حتی این خط و ضربدرش رو بکشید، فقط باید برابر باشه. حالا این نقطه ها رو به هم وصل میکنیم که به شکل دایره در بیاد. بعد از کشیدن دایره داخلش رو پر میکنم با رنگ مشکی، بعد میذاریم داخل دستگاه خوش بشه. تا ضربدر میکشم برای گوشاش، هم وصلشون میکنم و داخلش رو با رنگ مشکی پر میکنیم. با قلم داتینگ یک مربع کوچیک میکشم. حالا یه خط کوچولو نزدیک مربع میکشم. بعد با قلم داتینگ 2 نقطه میذارم برای پاپیونم. حالا با رنگ مشکی قسمت ها رو با قلم خط میندازیم. و در آخر تاب شد. مرسی تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه از این ویدیوها خوشتون میاد حتما بهم بگید تا پارت های بعدیشو براتون بذارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.